دوستان عزیز، هر لحظه زندگی زیباست و آن را میتوان در خنده بیغش کودکان، خواندن پرنده های خوشخوان، طبیعت بیشتاسای تاجیکستان و مردم نیکبین و صمیمی میتوان مشاهده کرد. بله، در واقع زندگی زیباست و همین لحظه های زیبا زندگی ما را باز هم زیباتر میکند. تمنا میکنیم که سال نو میلادی 2024 و زندگی هر یک شما بردباری و کامیابی و رنگارنگی های نو به نو را اهدا نماید. آرزوها و نقشه هایی که در سال 2023 عملی نگردید، تمنا میکنیم که در سال نو میلادی 2024 جامعه عمل کشد و موفقیت های هر یک شما بینندگان عزیز از همه ساله دیده بیشتر باشد. تاجیکستان عزیز همیشه آباد و زیبا و دوشنبه زیبا و دلارو دائم نورافشان و گلگشکفان باشد. دوستان عزیز، ما گروه ایجادی کوشش نمودیم که در برنامه ادانه میلادی نور با سرود و ترانه‌های دلنشین طبع شما را شاد گردانیم. اگر ذره هم دل شما را شاد گرداندیم، پس ما سرفرازیم. و اینک با امید خوشحالی و سرفرازی شما و استقبال از سال نو میلادی 2024 با برنامه ادانه میلادی نور حسن انجام می‌بخشیم. بگذار سال 2024 برای هر یک فرد تاجیک سالی پرفیض و پربرکت باشد. سالی باشد که تمام نقشه هایشان عملی شود و به دستاوردهای نوین نائل گردند. سال نو میلادی 2024 را با امید و آرزوهای نیک و نیت و نقشه های سازنده استقبال می‌گیریم. سال نو میلادی 2024 مبارک هموطنان عزیز.